روزهای آخر در تاجیکستان ما تقریبا در تمام منطقه های آن سیل و آبخیزی و دیگر آفتهای طبیعی مردم را به تنگ آورده است. سبب در چیست؟ آیا باری هم خود را سوال کرده اید که چرا خداوند این همه بلا و مصیبت ها و سختی ها را بر سر ما می آورد؟ جواب معلوم است. سببگار آن گناهان ما و شماست. هیچ گناه نمانده است که در جامعه ما انجام نشده باشد. زنا و فحشا و شراب نوشی در اوج است. گناهان قوم عاد و ثمود، قوم لوط و دیگر قوم ها را انجام می دهیم که قصه عذاب آنها را خداوند در قرآن بیان فرموده است. پس چرا انتظارید؟ حالا هم زمان توبه فرا نرسیده است. تا بر سر ما از آسمان سنگ نبارد توبه نمی کنیم؟ الله رب العالمین در قرآن عظیم الشأن می فرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی هر بلا و مصیبت و سختی که بر سر شما می آید و سبب گناهانی است که شما انجام داده اید. پس ای مردم شریف تاجیکستان، از تمام گناهان توبه کرده به سوی الله بازگردید، ورنه از این مصیبت ها بدترش را انتظار شوید.